بعد آقا عرفان اولی پزشکی تبریک میگم. البته آقا این دور زمان دیگه هر 10 نفر 9 نفر پزشکن. بیا که سوال پزشکی ازت خیلی دارم. بیا. پزشکی چی میخونین؟ پزشکی عمومی دیگه عمو جان. یعنی تخصص قبول نشدی؟ من بگم متخصص شدی. بعد بریم تخصص. ببین به نظرم تخصص برو دندون. از من میشنوی. دندون پزشک شو. الان آمپول میتونی بزنی؟ عرفان جان واسه سوزش معده چی رو پیشنهاد میکنی؟ خاله جان من از کجا بدونم آخه من یه روز رفتم دانشگاه اصلا. میگم علیکی دکتر بستیم بریش هیچی بلد نیست. پررو نشه دیگه بهت میگیم دکتر. نقد کردم. یه کمکی میتونی بکنی به من؟ یکی از رفیقام سرطان داره. میتونی درمانش کنی؟ خدا نمیدونم عمو جان سرطان آخه چی بگم. سال 35 من دوم راهنمایی بودم. همونجا هم دیگه ترک تحصیل کردم. دوم راهنمایی اون موقع با الان مقایسه نکن. با فوق تخصص الان برابری میکنه. دکتر آب و هوای جزایر لانگرهانس چطوره؟ پایتخت توکیو کجاست؟ 2 + 3 3 به توان 8 جمع میشه. بابا این مقاومت متوالی چیه؟ برو فازونال رو ببند. بابا این فقط علیکی میگم پزشکم هیچ چی بلد نیست. پسرم من قندم رفته بالا چیکار باید بکنم؟ عمو جان شما تست FPS دادا دادین؟ خیلی مهمه اینو باید به صورت ناشتا این تست رو حتما بدین شما. میگم چرا انقدر پررو شدی یه روز پزشکی قبول شدی؟ میتونی ما رو معاینه کنی؟ ما وسیله هم داریم. چه وسیله‌ای؟ این حالا معاینه کنی با این؟ نه مثل اینکه جای ما نیست اینجا عمو جان. عمو جان دستون در نکنه خیلی زحمت پسرم به شما پزشک. آقا فقط این پروستات من یه مشکل داره. خداحافظ.